ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنونده های عزیز، به توجه شما خوانش بدیعی از روی داستان‌های گرشاسب‌نامه اسدی طوسی در قرائت هنرپیشه شاه مراد ایوبوف. اسدی طوسی و ایجادیات او. گفتار دوم. در داستان اسدی پهلوانی خود گرشاسب را از رستم پهلوانتر و شجاعتر می داند. ز رستم سخن چند خواهی شنود، گمانی که چون او به مردی نبود. اگر رزم گرشاسب یاد آوری، همه رزم رستم به باد آوری. همان بود رستم که دیوی نژند، ببردش به ابری به دریا فکند. ستوه شد ز هومان به گرزی گران، زدش دشتبانی به مازندران. زبون کردش اسفندیار دلیر، به گوشتیشت آورد سهراب زیر. سپهدار گرشاسب تازینده بود، نکردش زبون کس نه افکنده بود. به هند و به روم و به چین از نبرد، بیکرد آنچه دستان و رستم نکرد. بعضی ادبیات شناسان و مستشرقین ابیات بالایی را مورد استفاده قرار داده اندیشه آن را کردند که گویا اسدی داستان خود را از شاهنامه فردوسی بالا گذاشته است، ولی این گفته های اسدی طوسی هرگز معنی آن را ندارد که مؤلف گرشاسب‌نامه خود را از پدر داستان های قهرمانی بالا نشان داده باشد. این اسلوب پیش گرفته شاعر تنها یک راه خواننده را به طرف اثر خود جلب نمودن است و بس. داستان گرشاسب از افسانه های قدیمی خلق های ایرانی نژاد بوده است. هنوز از کتاب مقدس زردشتیان اوستا پارچه وامی خورد که در خصوص کرنس و از آن جمله کشتن او اژدهای را نقل می کند. غیر از این قید کردن ضرور است که عنعنه های قصه نویسی در بین خلق‌های ایرانی نژاد هنوز از زمان ساسانیان عصر 3 و 7 میلادی معلوم بوده است و نتیجه آن گرد آوردن شدن قصه های زیادی است در یک کتاب که با نام شاهنامه مشهور گردیده در عصر 7 از طرف ابن مقفع از زبان پهلوی به عربی ترجمه شده بود. بعدی به سر حاکمیت آمدن خاندان سامانیان سالهای 864 999 میلادی شوق و هوس مردم به جمع آوردن قصه های خلقی از نو می افزاید. در این دوره دقیقی گوشتاسنامه و ابوالمؤید بلخی کتابی گرشاسب را می نویسد. این چونین سال 346 هجری یعنی 957 میلادی ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق که مدت حاکمی طوس و نیشاپور بود و در آخر به رتبه سپاه سالاری ولایت خراسان رسید، وفاتش سال 351 هجری یعنی 962 میلادی به ترتیب دادن شاهنامه امر کرد. چند نفر از بزرگان زردشتی و علمای دور کتابی را مرتب کردند که با نام شاهنامه ابو منصوری مشهور گردید. این کتاب از بین رفته است، تنها مقدمه‌اش باقی مانده است که در آن گفته می شود تا خداوندی کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورد و چاکری او ابو منصور المعمری به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد و شهرهای خراسان و هوشیاران از آنجا بیاورد، چون ماه پیری خراسانی و هری و چون یزدان پسری شاپور از سیستان و چون مهی یا شیهوی خورشیدی پسری بهرام از نیشاپور و چون شادانی پسری برزین از طوس و هر چهارشان گیر کرد و بینشان و فراز آوردن این نامه های شاهان و کارنامه هاشان و زندگانی هر یکی از روزگاری داد و بیداد و آشوب و جنگ و آیین از کی
نخستین که اندر او بود که آیین مردمی آورد و مردمان از جانوران پدید آورد تا یزدگرد شهریار که آخری ملوک عجم بود اندر ماه محرم و سال بر 346 از هجرت و این را نام شاهنامه نهادند. شاهنامه فردوسی که قله بلندترین داستان‌های قهرمانی است در اساس این منبع‌ها نوشته شده است. بعد فردوسی ده‌ها شاعر با آن پیروی کرده داستان‌ها سرودند که مشهورترین آنها بشبهه گرشاسب‌نامه اسدی طوسی می باشد. اسدی طوسی برای تألیف اثری مذکور برابری از سرچشمه‌های اعتماد بخش ذکر شده استفاده نمودن از مواد فراوان ایجادیات دهانکی خلق و غیر حتی الامکان سود جسته در آغاز داستان می نویسد. ذکردار گرشاسب اندر جهان یکی نامه بود یادگار از میهان پر از دانش و پند و آموزگار هم از راز چرخ و هم از روزگار ز فرهنگ و نیرنگ و داد و ستم ز خوبی و زشتی و شادی و غم که چون خانی از هر داره اندکی بس دانش افزاید از هر یک. از این معلوم می گردد که اسدی طوسی پیش از همه ذکردار گرشاسب که نامه در اختیار داشته است که در زمینه محتوای آن گرشاسب‌نامه را به نظم آورده است. باید گفت که شاعر محض برای آفریدن سیمای گرشاسب و پهلوانی او داستان گرشاسنامه را ایجاد نکرده است. اگر به مغز گرشاسنامه نظر اندازیم می‌بینیم که در آن اسدی طوسی با آفریدن آبرز گرشاسب و یک قطار چهره‌های دیگر تصویر منظره‌ها، استفاده صنعت‌های بدیهی و غیره، ایده نگاه داشتن دولت مرکزانیده شده، وصف شأن و شکوه خلق خود و شاهی عادل و خردمند را پیش گذاشته آن را به مکان زمان و وقت و شرایط عهد خود هماهنگ ساخته است. غیر از این شاعر در داستان برابری تصویر کارنمایی‌های قهرمانی اساسی ضمناً راجع به مسائل زیاد اجتماعی، فلسفی، در اندرز و نصیحت، اخلاق و آداب، قیمت و سخن و سخندانی، ستایش خرد و دانش و غیره دست زده با مضمون‌های بلند و برجسته یک قطار فکر و ملاحظه‌های پرقیمت بیان نموده است که دارای اهمیت بزرگ تربیوی، اجتماعی، سیاسی و معرفتی اند. کلام حکمت‌آمیز اسدی ضمن واقعات پهلوانی جلوه مخصوصی دارد. مرتب چاپ انتقادی گرشاسب‌نامه ادبیات شناس ایرانی حبیب یغمایی دایر به فکرهای حکمت‌آمیز داستان مذکور بر حق نوشته بود. گرشاسب‌نامه تنها منظومه ساده یکاهنگ در وقایع و افسانه‌های تاریخی نیست، بلکه نظری گوینده حکیمی آن بیشتر و پروردن دقایق ادبی و نمودن لغت فارسی و بیان دستورهای اخلاقی و تربیوی و اجتماعی است و به تحقیق صلح ابیات این منظومه در حکمت و موعظه و آیین زندگی است که هیچ کس از آن به نیاز نمیتوان بود. در حقیقت توانایی سخن و طبع و نازک اسدی در تصویر بیان، سادگی گفتار، دقت و باریکبینی او در مورد پندگویی باعث آن گردیده که گرشاسب‌نامه منبع سخنانی پرحکمت حساب یابد. شاعر به مهمترین مسئله های تربیوی اخلاقی از قبیل ستایش علم و خرد، نیکی و نیکوکاری، دوستی و راستی، خصلت های نیک و بدی انسانی، ضرری حرص و طمع و میخوری، مال و جهان پرستی، مکافات عمل و امثال اینها دخل کرده با سخنانی شیرین و همزمانان و بعدینگان خود پند زندگانی داده است. اسدی در سراسر گرشاسب‌نامه کوشش به خرج رسانیده است که سخنش روان و برا و نیک و زیبا براید، زیرا به عقیده او سخن پیش از همه شرف و مایه بزرگ معنویات انسانی است که به طفیل آن یعنی لفظ حقیقی و نیکو ایجادکار جاوید خواهد ماند.
زی بهتر سخن نیست پاینده تر، و زو خوشتر و دل فزاینده تر. سخن همچو جان زان نگردد کهن، که فرزند جان است شیرین سخن. اسدی طوسی از شاعرانی است که در موقع حمایه اهل علم و ادب ایستاده، گنج دانش را بهترین گنجینه دنیا می شمارد. نه سیر آید از گنج دانش کسی، نه کم گردد از زو ببخشد بسی. به از گنج دانش بگیتی کجاست، کی را گنج دانش بود پادشاست. بنابراین موضوع ستایش و ترغیب خرد، علم و عرفان، دانش و فرهنگ و تأکید اهمیت آن در زندگی انسان گرشاسب‌نامه را مضموناً سرغنجایش نموده، ارزش غایوی تربیوی آن را افزوده است. چنانچه شاعر اهمیت علم و فرهنگ را در حیات آدمی مهم دانسته، آن را مایه زندگی، رساننده آبادی و آزادی، نگهدارنده بدیها و بهترین گنجینه شایگانی جهانی حسابیده است. مدان به زدانیش یکی خواسته، کنایت همه از دیش کاسته. روان را بود مایه زندگی، رساند به آزادی از بندگی. حکیم اسدی به عقل و دانش و دانایان و بخردان اعتقاد زیادی داشته است. در این مسئله او بیشتر از زبان قهرمانان اثرش اسرت، گرشاسب، فریدون و پیر خردمند آموختن و از برنمودن علم و خرد را ترغیب می نماید و چابک‌اندیشی دانایان را ستایش می کند. حتی خود شاعر هم در آغاز داستان تأکید می سازد که او اثرش را با نگین دانش و خرد آراسته است و در عکس حال چنین یک داستانی سره آفریدنش غیر امکان می گردید. بیت های زیر که اسدی به طور فخریه گفته است جالبی دقت می باشد. بوتیستان آرایم از خوش سخن، که هرگز نگارش نگردد کهن. بوتش از خرد زاده و جان پاک، زدانیش سریشته نز آب و خاک. ببافم یک دیبه شاهوار، زمانیش رنگ و زدانیش نگار. خرد و دانش از نظر اسدی طوسی مشکل کشایی همه گره های زندگی زمینی و آسمانی بشریت است و انسان را با راهی نیک رهسپار کرده برای رسیدن به هر مقصد کمک می نماید. شخص را سعادتمند و در نزد مردم معتبر می گرداند. همین است که گرشاسب مصنف داستان برابر پهلوانی بیمانند بودن و جهانگردی و جهانگیری، جهان پرسی را نیز از وظیفه های مقدس خود می شمارد. گرشاسب از آنهایی که چراغ علم و خرد در دست دارند توسط پرسجو از عالم و آدم، بنیاد دنیا، اخلاق حمیده انسان و غیرها درسی حیات می آموزد. حکیم طوس منفعت خرد و دانش را در حیات جمعیتی درک نموده، آن را باعث رشد و کمال انسان، کاشف اسرار، مومیای عقل، روشنگر دل می داند. در اثر شاعر هر قدر که در ستایش و ترغیب علم و خرد و اهمیت آن در تمام دور و زمانها سخن راند، همان قدر با نفرت بی‌پایان جهالت و نادانی را محکوم می کند و ناسازگاری خردمندان و بخردان را مخصوص تأکید می نماید. نه آن کس که نادان و بیرای و بون، نه در کاری او سود و نه در سر سخن. درختش دان خشک بی برگ و بر، که جز سوختن را نشاید دیگر. زدانا سزد پرسش و جستجوی، کسی کو نداند نپرسند از او. مجوی دانش ز بی دانشان، که نادان ز دانش ندارد نشان. در داستان گرشاسب‌نامه پارچه های به نظر می رسند که در آنها شاعر برابر نکوهش جهالت و نادانی از اهل علم و خرد حمایت جویی می کند. همین طور ستایش و ترغیب خرد و دانش بشری و یکی از واسطه های اساسی حل مشکلات انسانی دانستنی از داستان های گرشاسب‌نامه اسدی طوسی
ما را به خلاصه می آورد که در حیات ادبی و فرهنگی عصر 11 به مانند صداهای 9 و 10 به موضوعی علم و دانش و منفیت آن در حیات جمعیتی اهمیت به اندازه حضور داده شده است. مسئله نیکویی و نیکوکاری، منفیت رسانی و همنوایان و تعلیمات اخلاقی اربابان ادبی پیشین و موضوعهای مرکزی بوده در حماسه گرشاسنامه هم موقعی علاهیده را اشغال می نماید. شاعر در این جاده نیز دوام دهنده سنت های بهترین گذاشتن خود و در اندیشه وی انسان باید در همه کار نیکی کردن را پیشه سازد و با این واسطه از خود نام نیک یادگار گذارد. از این رو حکیم اسدی به همه پند می دهد: تن از گنج دینار مفکن برنج، زینیکی و نامی نکو ساز گنج. شاعر منفیت این خصلت حسنه را در حیات آدمی شناخته قید می نماید که نه هر کس شرفیابی نیکنامی می گردد. نیکنام آن است که کردار و رفتار شایسته جمعیت را داشته باشد. نکونامی از گیتی آن را سزاست که کردار او خوب و گفتار راست. اسدی به تلقین نیکی و نیکوکاری میخواهد خصلت‌های بد انسانی را رخنه زند و آدمان را به راه خیر راهنمون شود. بدی کردن هم همه وقت از دست هر کس می آید، ولی همیشه خوبی کردن بهتر است. بدی گرچه کردن توان با کسی، چون نیکی کنی بهتر آید بسی. حکیم اسدی از همین نقطه نظر نیکی و نیکوکاری را خصوصیت اساسی انسان شماریده آن را مایه افتخار آدمیت دانسته است. مؤلف گرشاسنامه در مسئله دوستی، شناختن شخص و معامله با آدمان بسیار اعتبار می دهد. دوستی از هر فرد جمعیت معامله و مناسبت دوستانه، وفا و صداقت را تقاضا دارد. شاعر تاکید می نماید که شرطهای دوستی و رفاقت را باید پاس داشت. در غیر آن از عهده دوستی برآمدن امکان ناپذیر است. او نه هر کس را سزاوار دوست شماریدن می داند. دوست آن است که شریک غم و شادی باشد و در دوستی محبت بی‌غرضانه طرفین احساس کرده شود. غم آن کسی خوردن آیین بود که او در غمت نیز غمگین بود. دوست را انتخاب نمودن و با آن عهد و پیمان دوستی بستن سهل نیست. به 100 سال یک دوست آید به دست، به یک روز دشمن توان کرد 60. در میان مسئله های اجتماعی و اخلاقی در داستان این عکاس گردیده مسئله های مکافات عمل نیز جای نمایان را اشغال می نماید. اسدی از نگاهی حقیقت و عدالت به مقابل رفتار و کردارهای نامناسب انسانی برآمده به جزا نماندن همه گونه عمل بد را خاطر نشان می کند. بیت زیرین همچون فکر جنبسته شاعر در مسئله مزبور می توان مثال آورد: مینداز سنگی گران از برت، که چون باز گردد فتد بر سرم. مؤلف در داستان همچنین حکیم خردمند و داننده پستی و بلندی های زندگی از زبان پرسنش های گوناگون و اثرش دایر به اهمیت پند و نصیحت یک قطار اندیشه های پرقیمت بیان نموده است. شاعر نه همه را لایق پند دادن می داند. آنهایی که از عقل بیگانه، بدمست، خودناشناس و غیرند اندرز دادن آن را روا نمی دانند و وقتی خود را به این طایفه ضایع نمی دارد. بر مست و بر دیوانه مدهید پند، مخندید بر پیر و بر دردمند. در گرشاسنامه به تلقین مهنت دوستی و هنروری نیز با بیت و پارچه های علاهیده صمیمی دوچار می آییم که حکیم اسدی آنها را گاهی از نام سیماهای داستان و گاهی از نام خود بیان کرده است. شاعر خوشی، آسودگی بر سرچشمه تأمین زندگی را از مهنت دوستی می داند. او مقالی خلقی بیرنج گنج میسر نمی شود را در این مسئله به مورد و در جایش استفاده نموده به طور ذیل
میگوید نشاید بهی یافت به رنج و بیم، که به رنج کس نارد از سنگ سیم. حکیم اسدی طوسی در اثر خود باز به مسائل مهم حیات زندگانی انسانی از قبیل راستی و راستکاری، نادانی و جاهلی، سبکسری، ترسوی و بزدلی، حد خود را در زندگی دانستن، تجربه آموختن، مناسبت‌های والدین با فرزند، ادب و ادبیات، عفو و عذر، فعل و اطوار، آداب سخن، رشک و حسد، غم و شادی، قهر و غضب و ستیزه، اندیشه و تدبیر، افسوس و پشیمانی، هوای و هوس، دولت و دولتداری و غیره بسیار ملاحظه های جالب دقت بیان نموده است که خواننده زیرک و حساس در وقت مطالعه داستان نه یک بار و دو بار با آنها دوچار می آید. شاعر از ادیبان است که برابری از ایجادیات دارا و رنگین گذشتگان بهره ها برداشتن با اندیشه های حکمت آمیز خویش بین آیندگان تأثیر و نفوذ داشته است. نظام گنجوی، سعدی شیرازی، عبدالرحمن جامی بر این خداوندان سخن در آثار بدیعی بلندآوازه خود از گرشاسنامه و این یا آن مناسبت خوشه چیده معانی بکر و حیاتی آن را به تکرار مورد استفاده قرار دادند. به عقیده علامه شبلی نعمانی گویا نظامی گنجوی در وقت تألیف اسکندرنامه گرشاسنامه را در روبروی خود داشته بوده است. مثالی دیگر حکیم اسدی در داستان آورده است: بگیتی بجوز دست نیکی مبر، که آید یک روز نیکی ببر. به همین معنی و مضمون و وزن شعری مولانا عبدالرحمن جامی می فرماید: بگیتی مزن جز به نیکی نفس، که این است آیینی نیکان و بس. از اینجاست که مهارت فوق‌العاده بلند داشتن در جاده شاعری، توانایی سخن و طبع روان اسدی طوسی در ایجاد گرشاسنامه، سادگی گفتار، دقیق و باریکبینی لحظات مختلف زندگی در بابت بیان ملاحظه های اجتماعی، پندگویی سببگاری آن شدند که داستان منبعی بی‌نظیر اندیشه های حکیمانه و نصیحت آمیز دانسته شود. راجع به زبان و اسلوب ادبی بدیعی گرشاسنامه مختصراً همین را میتوان گفت که اسدی هنگام تألیف آن برابر پررو و همه‌جانبه رعایت نمودن خط سوژه و ساخت و استخوان‌بندی آن در مسئله اسلوب بیان و آرایش زبانی داستان مهارت بلند شاعری و تازه خیالی و نازکبینی خود را جلوه‌گر ساخته است. یکی از سبب‌های شهرت باسزای این داستان هم نسبت به داستان‌های دیگری که در پیروی شاهنامه گفته شدند پیش از همه در شیوه نگارش آن می باشد. به همین معنی دولتشاه سمرقندی عصر 15 گفته بود: در مجموعه ها سخن او مستور است و از طرز کلام او معلوم می شود که مرد فاضل بوده است. ادبیات شناس ایرانی بدیع‌الزمان فروزانفر نیز یکی از داستان‌های بلازمون بودن گرشاسنامه را یاد می‌کند و با یک احساس بلند آید به سبک و نگارش آن سخن می‌راند. این سبک تازه طبع گوینده را به ابتدای افکار و اختراع ترتیبات می‌رساند و اسدی را در صف گویندگان بزرگ و استادان بلند مرتبه قرار می‌دهد. زیرا در گرشاسنامه تحکیم ارکان شعر، رنگین و غنی بودن زبان، ساده بیانی، پخته و به مورد استفاده نمودن صنعت‌های بدیعی با استادی تعوام ادامه یافته از بلندی مقام سخن اسدی گواه می‌دهد. شاعری سخندان و سخنسنج کلام خود را طور آرام می‌دهد که خواننده حادثه و واقعه، اخلاق و رفتار و کردار قهرمانان و پرسنژها را به هیچ یک دشواری دیده تواند و از آنها برایش خلاصه های درکاری برآورد. از این رو به واسطه استاکارانه استفاده نمودن توصیف، تشبیه و نحوهای آن، استعاره و خیلهای آن، تشخیص، مبالغه، تجنیس، تضمین، تضاد و مقابله بر این صنعت‌های بدیعی معمول و معروف سخن را حسن و زیب، مضمون را بلند و برجسته، معنی را پوره و عمیق،
مطلب را روشن و واضح، ترکیب و عباره ها را خوشاهنگ ifade کرده با این واسطه تأثیر اموشنالی شعر را قوی تر گردانیده است. زبان داستان از آرایش های سرپیچ، مغلق و مشکل فهم آزاد بوده. مؤلف آن تا حد عنعنه های شعرنویسی استادان خود ابو عبدالله رودکی، دقیقی، فردوسی و دیگران را در اثرش نگاه داشته توانسته است. گرشاسنامه حکیم اسدی طوسی سال 1317 هجری یعنی 1938 میلادی در تهران با کوشش حبیب یغمایی به طبع رسیده. هنری مسه سال 1953 ترجمه فرانسوی آن را انتشار داد. در گلشن ادب جلد اول دوشنبه 1975 نمونه چند از باب‌های علاهیده گرشاسنامه به چاپ رسیده است. داستان در اساس متن چاپی تهران تهیه و تنظیم گردیده. حتی الامکان کوشش نمودیم که خوانندگان گرامی متن پره گرشاسنامه را در اختیار داشته باشند. باید گفت که در متن استفاده شده بعضاً نارسایی‌های وزن و قافیه به نظر می‌رسد، از سبب آنکه ما متن دیگری داستان را زیر دست نداشتیم و آن را در مقایسه آماده کردن نتوانستیم. الحال در همین شک به تحریر ماندیم و برای همین از خوانندگان عذر می‌پرسیم. نهایت زحمت بی‌واسطه دانشمندان زنده‌یاد اعلی خان، افسحزاد، ابوبکر ظهورالدینов، همکارانم مبشر اکبرزاد و بحرالدین میرزایی را که در کار تهیه متن اشتراکی بی‌واسطه داشتند مایه افتخار می شمارند. علی محمدی خراسانی. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی داستان‌های گرشاسب‌نامه اسدی طوسی در قرائت هنرپیشه شاهمراد ایوبов از رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان جولان قابلزاده، محرر لطفالله عزیز، مشاور عابد سیدزاده. پایان گفتار دوم.